یک سوال بود از جانب یک برادر، فرزنددار شدیان، دختردار شدیان، یک دوام کنین در حق فرزندشون انشالله. نامی علیمه پرسیدن، به خاطر کدوم گفته است که اگر عین کتی تلفظ نکنند معناش خوب نیست. همین بوره در یک روشنی می انداخته. برای خود مونده کلمه یعنی حرف عین استفاده نمیبرند مردم، علیمه گفتن نام میگیرن با همین خاطر. بله، علیمه با همزه باشد، با الف. علیم یعنی علم آور، علیمه یعنی علم کش. خوب نیست نامی. اما با عین باشد علیم. علیمه یعنی نهایت دانشمند. این نام الله تعالی هست علیم. علیم یکی از نام‌های الله تعالی، نهایت دانشمند، همه چیز را میداند. و این تزکیه هست، یعنی خود سفید کنی هست. این زن شاید به هر حال دختر دعا طلب کردن الله تعالی صالحه گرداند، سالمه گرداند، بر کمال رساند. لیکن به هر حال نامی زیبا مانید، نامی خوب مانید، عایشه مانید، حفصه مانید، فاطمه مانید، خدیجه مانید، مومنه مانید، مسلمه مانید. این نام ها خوب است. این نام های تزکیه نباشد، خود سفید کنی، خود تعریف کنی. علیمه نهایت دانشمند. این اگر به شرطی که با عین تلفظ کرده شد. مردم ما با عین تلفظ نمیگن، علیمه نمیگن. بله، بنابراین همین یه بار حالی کودک است، نامی خوش رو مانید.